سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاحمون رو بخونیم، مثالش هم تجزیه و تحلیل کنیم. احساس پشیمانی کردن. احساس پشیمانی کردن. pişmanlık duymak. pişmanlık duymak. احساس پشیمانی کردن. مثالش رو نگاه کن. Ben dünkü hatalarımdan pişmanlık duyuyorum. Ben به معنای من، dün به معنای دیروز. میگه حالا از اتفاق دیروزی hatalarımdan، حتی اشتباه، حالا اتفاقاتی که افتاده، حتی بیشتر به معنای اشتباه خطا میده. پیشمانلک به معنای احساس پشیمانی. دویماک به معنای احساس کردن. میگه از خطاهای دیروزی من احساس پشیمانی میکنم. Ben dünkü hatalarımdan pişmanlık duyuyorum.